امروز میخوام بهتون روشی رو یاد بدم تا بتونید ریشه مسائلی که در کسب و کارمون پیش میاد رو راحت پیدا بکنیم و حلشون کنیم. همه کسب و کارها یه مسائل و مشکلاتی برخورد میکنن. هیچ کسب و کاری هم از خطا و اشتباه در امان نیست. اما چیزی که مهمه پیدا کردن ریشه مسائلیه که در کسب و کارمون پیش میاد. اگر بتونیم ریشه مسائل رو در کسب و کار و زندگیمون پیدا بکنیم، بهتر میتونیم اونها رو حل بکنیم و از پیش آمدن دوبارهشون جلوگیری بکنیم. امروز با هم تکنیکی رو بررسی میکنیم به نام تکنیک 5 چرا. برای درک این تکنیک باید بدونید که پشت هر مسئله فنی که برای کسب و کار همه ما پیش میاد، مسئله با ریشه انسانی پنهان شده و ما نیاز داریم که اون مسئله و ریشه انسانیش رو پیدا بکنیم. برای پیدا کردن ریشه مسائل در زندگی و کسب و کارمون باید از خودمون بپرسیم چرا، و این چرا رو تا 5 مرحله تکرار بکنیم. اجازه بدید یک مثال بزنم. مثلا در کارخونه ما فلان خط تولید از کار میفته. بعد بپرسیم چرا. بعد جواب پیدا میکنیم چون فلان دستگاه از کار افتاده. بعد دوباره میپرسیم چرا از کار افتاده؟ چون یه بخشی از اون دستگاه آسیب دیده. بعد دوباره از خودمون میپرسیم چرا آسیب دیده؟ و پیدا میکنیم چون مهندس ناظر بررسی فنی رو کامل انجام نداده. و حالا دوباره باید بپرسیم چرا مهندس ناظر خوب کارش انجام نداده؟ جواب پیدا میکنیم چون مهندس ناظر خوب آموزش ندیده. و دوباره میپرسیم چرا خوب آموزش ندیده؟ و جواب پیدا میشه چون مدیر اون بخش اعتقادی به آموزش به معنی دقیق نداره. از اینجا میشه فهمید که مسئله‌ای که اولش فنی به نظر می اومد ریشه انسانی داشته. طبق این تکنیک باید با 5 چرا تحقیقات انجام بشه، طوری که به ریشه اصلی مسئله بتونیم پی ببریم. حالا مرحله به مرحله مسئله رو میریم برطرف میکنیم. اول اون دستگاه و اون بخشی که آسیب دیده رو تعمیر میکنیم. بعد به مهندس ناظر آموزش‌ها و تذکرهای لازم رو میدیم و در صورت تکرار حتی اخراجش میکنیم. و در آخر به مدیر اون بخش راجع به اهمیت آموزش کارکنان تذکر میدیم. اینجوری مسائل دونه دونه میرن برای حل شدن و دیگه این مسائل پیش نمیاد. اگر ما به عنوان صاحب و مدیر یک کسب و کار روی پیشگیری از مسائل سرمایه گذاری بکنیم، توی بسیاری از هزینه‌های مالی و زمانیمون صرفه‌جویی میشه. هر بار که ایرادی پیش میاد حداقل 5 بار بنویسیم چرا و بریم دنبال جوابش. ریشه انسانی مسائل رو پیدا بکنید و اونها رو برای همیشه حل کنید. حتی اگر لازمه اخراج کنید. نگه داشتن یک نیروی ناکارآمد ناقص که دائم براتون مسئله آفرینی میکنه، هزینه‌اش خیلی بیشتر از اخراج کردن اون نیروه. حالا ازتون میخوام سعی کنید از این تکنیک برای پیدا کردن ریشه یکی از مسائل اخیرتون تو کسب و کارتون استفاده بکنید و اگر نتیجه گرفتید خبرش رو هم به ما هم بدید و این زیر برامون بنویسید تا بتونیم با بقیه به اشتراک بگذاریمش. روزگارتون بهروز و خرد یارتون.